بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان بسیار گرامی قدر شبکه نجم تیوی، سر اول هر یک شما را با آمد ماه پرفیض رمضان مبارک باد میگویم. الله حق سبحانه و تعالی به هر یک شما و خاندان شما فیض و برکت و رحمات خود را نازل فرماید و الله حق سبحانه و تعالی در این ماه مبارک هر یکی ما و شما را بر طاعت خود موفق بگرداند و چنانه که شایسته است و چنانه که از ما و شما میخواهد و خوشنود میگردد گذرانیدن و سپری نمودن این ماه مبارک را و غنیمت داشتن این ماه مبارک را الله سبحانه و تعالی هر یک ما و شما را موفق بگرداند. و چنانه که به همگان معلوم است، ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن است، ماهی که در آن الله سبحانه و تعالی قرآن کریم را بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل فرموده است و بعضی علما میگویند بزرگی این ماه مبارک از بزرگی و عظمت قرآن عظیم الشأن است. و سال گذشته بنده در شبکه نجم تیوی یک برنامه آماده نمودم که چگونه انسان در این ماه مبارک قرآن کریم را ختم می نماید و بیایید امسال در این ماه مبارک رمضان یک درجه بلند برویم و برای خود برنامه گذاریم برای اندیشیدن در آیات های قرآن کریم تا اینکه در این کتاب مبارک تدبر و تفکر کنیم، برای خود نقشه گذاریم پیش از در آمدن این ماه مبارک یا در آغاز این ماه مبارک برای خود نقشه گذاریم که هر روز لااقل یک سوره کوتاه یا یک چند آیت های از قرآن کریم در معنی هایش و در حکمت هایش اندیشه کنیم، تدبر کنیم و تفکر کنیم. الله حق سبحانه و تعالی وقتی این قرآن کریم را نازل می‌فرماید و پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین گفته است: کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، ای محمد، ما این کتاب را برای شما نازل فرمودیم. این کتاب بسیار پربرکات است. در دوام آیات می‌فرماید لیدبروا آیاته، تا اینکه شما در آیات‌هایش اندیشه نمایید. این خطاب برای پیامبر صلی الله علیه و سلم و برای ما و شما امتان پیامبر صلی الله علیه و سلم است. ولیتذکر اولو الالباب، تا اینکه خردمندان از آیات‌های قرآن کریم پند و حکمت و اندرس بگیرند. گویا الله حق سبحانه و تعالی گفته ایستاده است که اگر نفری که در آیات‌های قرآن کریم اندیشه نمی کند، گویا مقصد خداوند را از نازل شدن قرآن کریم نفهمیده ایستاده است یا مقصود خداوند اجرا نشده ایستاده است. برای همین هم الله حق سبحانه و تعالی در آیت دیگر می‌فرماید: افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. آیا در این آیات‌های قرآن کریم اندیشه نمی کنند یا در دلهایشان قلف بسته شده است؟ گویا نفری که در قرآن کریم و در آیات‌های قرآن کریم اندیشه نمی کند و تفکر و تدبر نمی کند، گویا در دلش قلف بسته شده است. ببینید الله حق سبحانه و تعالی نگفت که در عقلهایشان یا در ذهنهایشان، بلکه گفت در دلهایشان. گویا نفری که در قرآن کریم و آیات‌های آن اندیشه نمی کند، در دلش قلف بسته شده است و گویا دلش را از درآمدن نور هدایت قرآن منع کرده ایستاده است. و ببینید که انسان‌هایی هستند که به درجه های بلند علمی رسیده اند، پروفسور هستند، دکتر هستند، اما در آیات های قرآن کریم اندیشه نمی کنند. اما نفری که دلش صاف و بی‌غبار است، گرچند انسان عامی هم باشد، میتواند در قرآن کریم اندیشه کند. و نفری که دلش را با تاریکی گناه آلوده می کند،
چنانکه که الله حق سبحانه و تعالی در باز آیت دیگرش میفرماید کلا بل ران علی قلوبهم بما كانوا یکسبون و در دلهای آنها زنگ بسته شد با سبب آن گناهایی که میکردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند کسی که گناه میکند در دلش یک نقطه سیاه گذاشته میشود و چقدر که گناه و معصیتش زیاد میشود نقطه های سیاه در دلش زیاد میشود حتی اینکه دلش سیب سیاه میشود و قلف بسته میشود، زنگ میزند دلش، دیگر در آیات های قرآن کریم تدبر و تفکر کرده نمیتواند. برای همین در این ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن، بیایید ما و شما برای خود نقشه گذاریم و الحمدلله امروز ندانستن زبان عربی برای ما و شما مانع شده نمیتواند، برای اینکه ترجمه های قرآن کریم الحمدلله برای ما و شما دسترس است و الحمدلله استادان در شبکه نجم تیوی یک چند سوره ها را تفسیر کردند. برای خود نقشه گذاریم و بگوییم که هر روز من یک چند آیات های قرآن کریم را و ترجمه آن را میخوانم یا مطالعه میکنم یا گوش میکنم و تدبر و تفکر میکنم و آن فایده هایی که از آن بهره میگیرم به آن کوشش میکنم عمل کنم در این ماه مبارک. بیایید این ماه مبارک قرآن را که ماه نزول قرآن است برای خود ماه زندگی کردن با قرآن گذاریم. گویا طول یک ماه، طول 30 روز ما و شما با قرآن زندگی میکنیم و نفری که برای خود نقشه میگذارد حتما الله حق سبحانه و تعالی برایش میسر میگرداند و درهای نور هدایت را باز میکند. الله حق سبحانه و تعالی میفرماید ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، یعنی الله میگوید ما در حقیقت قرآن را برای تدبر کردن و تفکر کردن میسر گردانیده. فهل من مدکر، آیا پند و اندرز گیرنده هست؟ برای همین بیایید کمر همت را ببندیم و این ماه را با قرآن کریم و اندیشه نمودن در آیاتهایش سپری نماییم.